این در لامت سمر اینجا بشین 2 دقیقه من الان واسه قرص دارم آتیش میگیرم سمر حیوان چطور جواب برات داشته زر مفت نزننتر برو بگو آقا بالا سرت بیام آقا بالا سرش منم چه مرگی تو صدا تو انداختی تو گلو بزن این هواکش ساب مرده رو خفه شدیم باز چی برداشتی اینجا رو اینجوری پر آدم کردید مگه از سیر گرفتی جناب سربانی این اعصابش به هم ریخته قرص چیزی نداریم بهش بدین آروم بشه تو خفه شو به تمک سرجاد اینم حالا مونده تا بترسه یه بار دیگه صدا تو بشنوم انفرادی خالی نداری وگرنه من اولی نفر میکردیم اون تو توالت خالی دارم بکنمتون تو ببین اگه بیرون اینجا بودی وجودشو داشتی با من اینجوری حرف بزنی نه میخوام بدونم جرأتشو داشتی میواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی اگه مأمور نبودی جیگرشو داشتی از کمتر از 500 متری من رد چی کنم همتون